من افتخار میکنم که در همین 21 سال همیشه گفته بودم و باز میگویم که تا رحمانوف هست در تاجیکستان انتخابات آزاد نخواهد شد و این سال هم میبینیم که انتخابات نخواهد شد. ولی شما باید این سال انتخاب کنید. این سال انتخابات شما است. یا شما استعفا میدهید و میگذارید که مردم خودشان یک نفر را انتخاب کنند در یک مسابقه، در یک بحث اندیشه ها، در یک بحث برنامه ها، در بحث کمانده ها. و شما با استعفای خود آینده خود را، آینده فرزندان خود را حفظ میکنید.